سلام هموطنان عزیز، در هر گوشه دنیا که هستید جور و سلامت باشید. در این ماه مبارک رمضان دغدغه مهاجرین دوباره در کشور جمهوری اسلامی یا پاکستان شروع شده و در این روزا اعلامیه از طرف دیپتی کمیشنر پاکستان همیشه در هر ولسوالی‌ها یا شهرستان‌ها جاری شدند که کسانی مهاجرینی که دارای کارت‌های ACC هستند باید تا آخر ماه مارس یعنی تا تاریخ 31 باید پاکستان ترک کنند، در غیر آن با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد. سلام مانده نباشید. فضل خدا، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ با سلام تمامی بینندگان شما. امید که جدمن جور سرمند باشید. اسمتون چیست؟ اسم من حاجی قدرت الله. حاجی صاحب، شما چند سال میشه به پاکستان مهاجر هستید؟ ما خو از پدرمان میگه 42 یا 43 سال میشه. پیدایش ما اینجا هستیم. شما در پاکستان پیدا شدید؟ پیدایش ما اینجا هست. جناب حاجی صاحب، ما خود مقدمه به بینندگان ما گفتیم که حوزه مهاجرین در پاکستان دوباره اثر گرفته شده است. حکومت پاکستان اعلام کرده که بعد از 31 تاریخ باید کسایی که دارای کارت‌های ACC هستند یا غیر قانونی هستند باید پاکستان ترک کنند. این حوزه ها به کاروبار شما که اینجا کاروبار دارین چی تاثیراتی داره؟ والا تاثیری بسیار زیاد منفی کرده. اگر نظر در سال پیش رمضان امسال بسیار فرق داره. سال پیش ما روزانه هیچ بیکار نمیدیم. خودی ما بدیم یک شاگردی که پیش داشتیم همیشه دو سه شاگرد دیگه میگرفتیم تا دکانداری نمیرسیدیم. اما امسال هیچ کاری نیست. از وقتی که وضع مهاجر شده باز هیچ کاروبار نیست. کاروبار بالکل دون است. دیگه یک نه تنها کاروبار روغن که هر کار بند است. یعنی شما گفتید که دو تا شاگرد هم داشتیم اونا رو تنخواه میدید، اونا رو هم شما به خاطری که کار نبودن فارغشان کردید. جوابشان کردید. جوابشان کردید ولی چند سال میشه شما به این مارکت دکاندار هستید؟ دکانداری ما تقریبا 10 سال میشه. 2014 به بدست. در 12 سال میشه بله. این حالی به حکومت پاکستان به ارگانهای پاکستان چی گفتنی داره که خدای نخواسته که شما را دوباره به کشورتان برگردانه؟ والا گفتنی ما است که اگر ما افغانستان بریم شاید اونجا ما را مهاجر بگه، به خاطر که پیدایش ما اینجاست. اما کاری ما اینجاست. پیدا شدیم، زبانشان داریم. فعلا که افغانستان هم بریم مثل مهاجر ورسیم، به خاطر که نه اونجا کدام کار جور کردیم نه اینجا بریم ما کس سند. این تو شما گفتید 42 سال یا 45 سال شده به پاکستان مهاجر هستید. چه خاطرات خوشی از حکومت پاکستان از مردم پاکستان شما دارید؟ والا مردم بسیار خوب مردم است. حکومتش هم خوب حکومت است. فعلا که در حساب بین الملل بگوید برای ما که نشنالیتی نداده دیگه. هویت پاکستان نداده. به خاطر ما فعلا هم مهاجر گفته میشیم اینجا. حکومت پاکستان ما خوشحال هستیم. چرا که قدر ما را مهمان ما را نگاه کرد، از ما را عدالت میکنه، هر چیزی که به سری مردمش میکنه بالکل به سری مردم افغان هم مهاجرین هم میکنه. یعنی فرق نمیکنه که شما مهاجر هستید یا پاکستانی هستید؟ توبه امروز خونه کرده والا حالی که از وقتی که زیپ ما شروع شده هر جایی که میریم میگه مهاجر کار داره شناخته کار داری. به این فرق میاد. امروز بازارتون چه قسم بود؟ امروز بازار چندان بازار نیست، خوب است بازار. شکر است. سلامت باشید. سلام دوستای عزیز، در این ماه مبارک رمضان دوباره عرفه های مهاجرین شروع شده. حکومت پاکستان و دیپتی کمیشنر ایالت بلوچستان پاکستان اعلامیه پخش کرده که باید مهاجرینی که دارای کارت‌های ACC هستند و غیر قانونی هستند باید تا آخر ماه مارس یعنی 31 تاریخ آخرش باید پاکستان ترک کنند، در غیر آن ما همراه اینا برخورد قانونی میکنیم. بنان این اخراج مهاجرین یا آوازه مهاجرین به کاروباری کسایی که در پاکستان در ایالت بلوچستان پاکستان کاروبار دارن، صاحب تجارت هستن، چی تاثیرات منفی داره؟ سلام حاجی صاحب، مانده نباشید. و علیکم سلام. نامیتونه بگید حاجی صاحب؟ حاجی سید محمد. حاجی سید محمد. حاجی صاحب چند سال میشه شما به پاکستان مهاجر هستید؟ ما تقریبا در سن 84 داخل پاکستان شدیم. سن 84 چند سال میشه؟ تقریبا 41 سال میشه. 41 سال میشه شما به پاکستان مهاجر هستید؟ بسیار سال میشه حاجی صاحب. بسیار سال میشه. یعنی یک عمر ریشتون شما در پاکستان. عمر میجه. جوان بچه بودید که اومدید؟ از ما اولاداش دال جوان شده، خانه دار شده. مالکین از پاکستان سپاسگزارم که ما را نوازی کرد. 45 سال ما را کسی سخت نگفت. به قسم عوام پاکستان ما زندگی کردیم. ولی از پاکستان میخوایم که ما را وضعیت نکنه. وطن ما چندان وضعیت شدید نیست. اگر ما میریم کسای جای داشت باز سیلاب برد، بازی برادر جان بمبار شد، بازی تکور شد، جایش دیگه مردم قبضه کرد. 40 سال شد دیگه، یک عمر تیر شد. ایسا شما 45 سال شده در پاکستان مهاجر هستید، چند سال میشه در مارکت صاحب کاروبار هستید؟ تقریبا 95 ما در صاحب کاروبار شدیم. چند سال میشه؟
تقریبا 30 سال میشه. 30 سال میشه 30 سال میشه شما در اینجا کاربار میکنید. بالکل. در این مارکت چقدر چی تعداد مهاجرین دکاندار هستن؟ دیگه فیصد صاحب نمیگید چی میبینی همه این مهاجرین است. در پاکستانی که وجود نداره که کلش مهاجرین است. همه کاروباری است. همه کاروباری است. از حکومت برادر جان از این منطقه استفاده میکنه، در بنگاه پیسه جمع میکنه، از بنگاه پیسه وارد میکنه، در پنجاب، در پشاور، در 4 صوبه پاکستانی یه تجارت مهاجرین پخش است. اگر این مردم بسیار وضعیت بکنه، اگر این مردم این رقم در سراسیمه کنه، در پاکستان هم شاید تحولات زیاد بیاید. چرا اقتصادی خامخا رخ میده؟ وقتی که شما مهاجرین که تو شروع میشه که باید مهاجرین پاکستان ترک کنند، چی اثرات منفی به کاروبار شما داره اینجا؟ بسیار منفی میآید. اینقدر تحولات میآید که کاروبار بیخی گم میشه. در این روزا کاروبار چطور؟ در این روزا کاروبار بیخی صفر است. هیچ چیز نیست. گپ که میزنه میگه مهاجر میکشه. این همی تحولات است. دمی باره در حکومت پاکستان چی پیامی دارید؟ چی کنه باید حکومت پاکستان همراه شما؟ حکومت پاکستان میخوام که ما مردم فقیر مردم هستیم، باید مردم قدر وضعیت نکنه، مردم ها از اینا مصرف کرده، مردم ها خرج و مصارف کرده، مردم ها جایداد خریده، موتر خریده، زمین خریده. این مردم اگر رقم وضعیت کنه دیگه خیلی مردم افغانستان، مردم مهاجرین وضعیت میشه. از حکومت پاکستان میخوایم که ما مردم وضعیت نکنه، از این وضعیت نکنه. از پاکستان شکرگزار هستیم، سپاسگزار هستیم که ما مردم وضعیت نکنه. سلامت باشه ایسب، تشکر. زنده باشی، سلامت باشی. سلام علیکم. سلام مانده نباشی. سلامت باشیم برادر. چه نامتون بگید؟ نور محمد هستم، یک تن از کاربرای شهر کویته، تاجر هستیم. تاجر هستید. نور محمد صاحب چند سال میشه به پاکستان آمده شما؟ از حساب کلانه ما 42 سال 43 سال تخمینا میشه که ما آمدیم دمیجا در کاربار مشغول هستیم. 43 سال میشه شما آمدید نه؟ بس بزرگایتان چند سال میشه شما در این مارکت کاربار میکنید؟ ما خودم 26 سال میشه که در این مارکت پای گذاشتیم به تجارت. 23 سال؟ 24 سال میشه. یعنی 24 سال میشه شما در اینجا کاربار میکنید؟ بله یعنی تجارت پای گذاشتیم و تجارت خود پیش میبرم. اینا ایسب در این روزا حال و احوال مهاجرین در پاکستان چگونه است؟ شما چی میشنوید در سوشال میدیا، در خبرها؟ بله این گپا خب بسیار چی است، سوشال میدیا خب بسیار پیش کرده است که 31 مارچ میکشن، لیکن خیلی در کاروبار ما خیلی اثر منفی داره است. این کشیدن آوازه مهاجرین که به کار شما بخی اثرات منفی گذاشته. این دفعه نه، امی 3 دفعه که آوازه امی مهاجر قصه مهاجر میبراید در کاروبار ما تخمینا 60% کمزور میشه کاروبار. به خدا اینو خواستم مهاجرین بکشنی در این مارکتی که شما که هستید، چی تعداد هموطنان شما مهاجرین که هست کاروبار در اوضاع مارکت چگونه میشه؟ فعلا اگر بپرسین لالایم در این مارکت امی افغانیای خود ما، مهاجرای خود ما تخمینا 75% که هستن امی تجارت در دست داره اینا و در دست مهاجرای ماست. این اگه این تعداد 75% دست مهاجرین باشه، اگه اینا بره خوی بیخی بازار از پای میفته دیگه، لغو میشه. بله این خو معلوم دار است. در چند وقت پیش که می قصه مهاجرا برآمد در می بینگا میرفتی یک نفر نمیدید، هیچ کس نبود. هیچ کس در بینگا نبود، خالی بود که کل کاربارا خود شما میکنید. ما میگم 75% الحمدلله بگیم که در شهر ما مهاجر هستند. جناب حاجی صاحب، شما نور محمد گفتید چه هم کردین که شما حاجی صاحب میگم، مرا کس حاجی صاحب میگم. بله صاحب. این یک تک کلمه شده حاجی صاحب میگن. حاجی صاحب وقتی که شما 45 سال شده اینجا آمدید، دمی 45 سال شما با کدام مشکلات مواجه شدید بعد از طرف حکومت پاکستان، از طرف مردم پاکستان برخورد تبعیض‌آمیز شده که شما یک مهاجر هستید، شما باید یک خانه دارید که کار کنید و کار کنید یعنی؟ نه الحمدلله تا هنوز کسی دایم ما را دور نداده. تا هنوز الحمدلله در بینک اکانت هم داریم، کاروبار ما است تا امروز. ما الحمدلله کاروباری هستیم، صبح که بیا شام خانه برو. در جنجال این گپا ما یعنی که اینجا که مهاجر هستید منتها در مهاجر بودن خوش هستید از حکومت پاکستان، از مردم پاکستان؟ از حکومتش هم خوش هستیم، از مردمش هم بسیار خوش هستیم، بسیار مهربان هستن. الحمدلله کاروبار ما پیش میره، خوب هستیم.
چی نیستیم، ناراض نیستیم. این چی پیام داری به حکومت پاکستان که مهاجرین نمیکشه؟ چی میگه دو اونا؟ حکومت ما از امی خاطر حکومت پاکستان امی چی داریم که بانن که امی مهاجرا بیچاره کار کنن، اینجا کاربار دارن، 45 سال تیر کردن، دیگه هم تیر کنن. دیگه هم تیر کنن. دیگه هم تیر کنن. چی مشکل داره؟ میخوایم اگر برای ما کارت میتن بسیار خوب میشن. کدام کارت برتون بده؟ کارت اگر شناخت کارت میته بسیار خوب میشه. هر دولت، هر حکومت خو 5 سال تیر کرده برای شناخت کارت میده. از ما این 45 46 سال میشه که تیر کردیم، چیز ما معلوم نیست. سرنوشت تا هیچ معلوم نیست. هیچ معلوم نیست. ما مهاجر هستیم. پریشان پورا پریشان هستن. دمی 25 دین روزه هم است، نمیشه که جمع کنه. باید دایی وقت بده، دایی 3-4 ماه وقت بده. اگر که بسیار محکم میگیره باید وقت بده، باز اقتدام کنه در این کار. ورنه مردم بسیار کاروبارش از سالی. من خودم هستم تخمینا کاروبار ما خیلی در بیرونا خیلی قرض داریم، خیلی قرض گرفتیم. نمیشه که بدر در یک هفته، در یک ماه، در 6 ماه، در 4 ماه ما خدا بکشیم. سلامت باشید. سلامت باشین. از مهربانی کانال. تشکر. سلامت باشید.